مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که دادگاه شهر ترسونزاده روز 24 اپریل حبیب الله نظاروف و محمود عطابویف دو صاحبکار بازار ورزمال را بر اساس قسم دوم ماده 286 کودکس جنایتی تاجیکستان در معاملات غیر قانونی با اسعار خارجی گناهکار شناخته محکوم کرده است. بنا به گزارش مرکز مطبوعات دادستانی کل روز 26 فوریه سال 2021 خریدار شرطی خولمرادوف عبدالرحمن قربانویچ به بازار ورزمال شهر ترسونزاده آمده به نظاروف حبیب الله محبولایویچ که در این بازار به فروش متاع مشغول بود برای عوض کردن $3000 پول نقد پیشنهاد کرده است. حبیب الله نظاروف که برای عوض کردن چنین مبلغ امکانیت نداشت به صاحبکار دیگر امین بازار عطابویف محمود جان دلار را با قرب 11 سامان و 45 درم پیشنهاد کرده است. عطابویف به پیشنهاد نظاروف راضی شده مبلغ 34350 سامانی را با خودش گرفته در داخل اتوماشین با $3000 عوض نموده می گیرد. نظاروف که از معاملات غیر قانونیش مقصد 300 سامانی فایده به دست آوردن را داشت، بعد از اتوماشین فرآمدن خریدار شرطی خولمرادوف او را به نقطه صفدایش برده هنگام حساب کردن این مبلغ از جانب کارمندان پروکراتور شهر ترسونزاده دستگیر کرده می شود. خبر داده است مرکز مطبوعات دادستانی کل. بازار ورزمال سال 2014 بعد با حکم دادگاه از دست محیدین کبیری رئیس حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گرفتن بازار سخاوت تشکیل شد. بازار سخاوت به نام همسر کبیری ثبت نام شده بود ولی دادگاه ترسونزاده خصوصی گردانی آن را غیر قانونی نامیده بازار را به فایده دولت مصادره کرد. کبیری اون وقت هنوز ترک تاجیکستان نکرده بود. حکم دادگاه را ناعادلانه خوانده بود. بازار سخاوت با قرار دادگاه باید به حالت اولش برگردانده شده از نو به تالار ورزشی تبدیل داده می شد ولی همگی چند ماه بعد اعلان شد که در اینجا بازار ورزمال تشکیل می شود که به شکل کارخانه واحدی دولتی عمل خواهد کرد.